ثروتمند صف اول مسجد هم هست، هر سالم به عمره میره. مانند عبدالله ابن مبارک یک عمره را دادی، از وسط راه برمیگرد عبدالله ابن مبارک. در یک سفری عبدالله ابن مبارک با دوستان رفتن تو مسجد که رفتن یک جا اتراق کردن برای نشستن، برای نهار صبحانه استفاده کنن که با مسیر ادامه بدن پیاده. دیدن یک کودکی، یک بچه 5-6 ساله آمد تو سطل زباله داشت میچرخید. گفتن که چرخید، زباله رو ریخت بیرون، ته سطل یک مرغی که حرام شده بود خود مرده برداشت به دست خود، به طرف خانه حرکت کرد. عبدالله ابن مبارک رحمه الله گفت که به منشیش که برو دنبال این پسر بچه رو برگردونه. گفت عمو جان، عبدالله ابن مبارک گفت که عمو جان، گفت جان عمو، گفت این حرامه. گفت عمو جان منم میدانم حرامه، ما پدر نداریم عمو جان، چند تا خواهر برادره قد و نیم قد، هم سن و سال، کوچک هستیم، حرامه، به ما جایزه عمو جان. عبدالله ابن مبارک گفت که خوب ابن باشه. منشی خورسد کرد، گفت چقدر پول دارین؟ الان 4 ماه که پیاده تو مسیر حجی. گفت مثلا به پول الان 30-40 میلیون پوله. گفت تا شهر ری برگردیم چقدر هزینه؟ گفت 20 میلیون هزینه میشه. گفت 20 میلیون دیگر بردار بیار جلو. آورد. گفت بریم دم خانه. و پس گفت برو جلو عمو جان، دم خانه. رفت اینا رو تقدیم کرد، آمد به دوستان گفت تمامه، حج تمامه، برگرد. گفت حج قبول شده. گفتم عبدالله حجا دیگر میرفتیم، شما میگفتید دعا کنه الله قبول کنه، اینجا مر میزنی میگه قبول شده. گفت قبول شده. دوستان اعلان ناراضی کردن که ما 4 ماه 5 ماه پیاده آمدیم، حالا برگردیم. گفت برگردیم، قبول شده. ورودی شهر اعلان میدیم حج قبوله. این درست. فرض برید 20 تا عمره رفتیم، از حال فقرا خبریم؟ ما چطور مسلمانیم؟ چطور انسانیم؟ ما